به نام خدا. دوستان سلام، در خدمت شما هستیم از سایت خانه اندروید و امیدوارم که تا به الان خسته نشده باشید از نصب نرم افزارهای مورد نظر. در جلسات قبلی راجع به XAMPP و PHP Storm صحبت کردیم و با هم در داخل کانال تلگرامی خانه اندروید هم منتشر کردیم که اگر تمایلی داشتید، مشکلی داشتید، میتونید که برگردید و این موضوعات رو مشاهده بکنید. خب در این جلسه راجع به نصب اندروید استودیو میخوایم صحبت بکنیم. اندروید استودیو یه آیدیمی است برای کدنویسی برنامه‌نویسی موبایل. جدا از موبایل برای ساعت‌های هوشمند و تیوی هم میتونید که این کدنویسیتون رو انجام بدید. ولی خب ما راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنیم و نصب خودمون رو در رابطه با برنامه‌نویسی موبایل میخوایم صحبت بکنیم. خب خدمت شما عرض شود، این نرم افزار چون به واسطه اینکه کتابخونه‌های مورد نظر و آپدیت هایی که ارائه میده در سایت یا بگیم در سرورهای گوگل هست و در برخی از موارد روی سرورهای دیگه هم هست، ولی خب ما به هر حال بهتر بدونیم که تحریم هستیم و برای اینکه ما بتونیم آپدیت ها و استیکی و کتابخونه‌های مورد نظر رو دانلود بکنیم ملزم این هستیم که حتما VPN داشته باشیم. VPNی که IP ما رو دور بزنه، یعنی از ایران به یک IP دیگه ای تغییر بده تا بتونیم که عملیات دانلود شدن رو انجام بدیم. خب این VPN رو ما میتونیم براتون تهیه بکنیم یا اگر خودتون هم تهیه کردید مشکلی وجود نداره و به هر حال بتونید که IP خودتون رو چنج بکنید تا بتونید که از این تحریم گذر بکنید، تا بتونید که کتابخونه‌ها و آپدیت ها رو دریافت بکنید. جدا از این موضوعات شما برای بار اول و شاید بگم که چند سری‌های بعدی نیازمند VPN هستید و همیشه نیازمند VPN هم پس نیستید. یعنی یه بار برنامه‌تون اجرا گرفته بشه تمومه، تا زمانی که شما نخوای کتابخونه‌ای رو به برنامه‌ت اضافه بکنی یا بخوای آپدیتی رو دریافت بکنی. خب اندروید استودیو خدمت شما عرض شود که به 2 زبان هم میتونید داخلش کدنویسی بکنید، یکی جاواست یکی کاتلین و هر دو زبان هم هیچ گونه مشکلی وجود نداره. ولی خب کاتلین پیشنهاد میشه بابت این که در واقع کدنویسی شما کوتاه‌تر میشه. ولی خب یه فردی که در روزهای اول وارد این محیط میشه، پیشنهاد من اینه که حتما با جاوا درگیر بشه در حد 30-40% و اینجوری بیاد به سمت کاتلین. بهتر این زبان رو درک میکنه و بهتر هم یاد میگیره و ریشش هم قوی تر میشه. خب چه سیستم عاملی برای در واقع خدمت شما شود نصب این نرم افزار لازم دارید؟ برای 3 سیستم عامل ارائه شده، یعنی لینوکس، ویندوز و مک، و شما بستگی به سیستم عامل خودتون میتونید که این نصب کردن رو انجام بدید و تفاوتی هم واقعا نمیکنه که در چه سیستم عاملی هستید. فقط ممکنه که لحاظ مسیردهی و دانلود یه مقدار متفاوت باشه. و مورد بعدی که هست و خدمت شما شبت خیلی مهمه، کانفیگی که برای اندروید استودیو هست. ببینید اگر بودجه مالیتون واقعا بودجه‌ای هستش که خب خیلی زیاده و مشکل مالی برای ندارین، سعی بکنید قوی ترین سیستم رو انتخاب بکنید. فردا پروژهتون خیلی سریعتر خروجی گرفته میشه و کارهایی که انجام میدید طبیعتاً از یه فرد دیگه ای سریعتر کلا این مسیر رو میتونید طی بکنید. و اگر خب بودجه مالی ضعیف است، در واقع رم 4 CPU i7 عذرخواهی میکنم i5 یا i3 و گرافیک 1 و خدمت شما عرض شود که هاردتون سعی بکنید اگر کانفیگ ضعیفی دارید هاردتون SSD باشه. و دوستانی هم که بودجه مالی بالاتری دارن، خب طبیعتاً i7 یا نسل جدیدتر، نمیدونم رم مثلا از 6 به بالاتر، یعنی رم 6 8 12 16 32 گیگ، هر چقدر که بودجه مالیتون میرسه میتونید که اضافه بکنید. ولی خب اینطور نیست که بگیم که حتما یه رم 64 گیگ بذارید. نه، با شما با رم 6 هم میتونید که این مسیر رو طی بکنید. ولی خب هر چقدر کانفیگتون قوی تر باشه قطعا سرعت و موضوعات دیگه خیلی تاثیرگذاره. و مورد بعدی که هست اینه که حتما سعی بکنید با هارد معمولی فعالیتی نکنید و از هاردای SSD استفاده بکنید که سرعت بالاتری هم دارن. و اگه بگید که کدوم هارد SSD رو بخوام برای لپتاپ خودم تهیه بکنم یا سیستم خودم، در واقع سامسونگ اولین ارائه دهنده این موضوع هست و مثلا اگر بخواید نسخه پرو رو تهیه بکنید سرعت خیلی بالاتری رو تجربه میکنید. این از این موضوع که در رابطه باهاش صحبت کردم و بریم سراغ نصب اندروید استودیو. کلمه دانلود رو در گوگل جستجو بکنید. حالا چون
به صورت پیش‌فرض روی مرورگر من سرچ دیگه‌ای وجود داره گوگل رو باز میکنم، وگرنه شما در اینجا هم تایپ بکنید مشکلی نداره. خب کلمه دانلود اندروید استودیو رو جستجو میکنید. اولین وبسایتی که بالا میاد developerandroid.com هست که شما از این منبع و وبسایت میتونید که دانلود شدن خودتون رو هم انجام بدید. این برای دوستانی هستش که به هر حال میخوان که این کار رو انجام بدن. البته گاهی موقع هم اینجا گوگل اد سرویس رو مشاهده میکنید که اگر کلمه اسپانسریت رو دیدید کمی بیاین پایینتر کلیک بکنید که برای ما ایرانی‌ها بالا نمیاد به هر حال، و میایید کمی پایینتر این جستجو رو خدمت شما انجام میدید و روی دومی کلیک میکنید روی این قسمت که اسپانسر نیست، و بعد میایید پایینتر. اینجا خب توضیحاتی راجع به اندروید استودیو داره، محیط جدیدش و موضوعات جدید رو اینجا منتشر میکنه. شما میتونید اگر در واقع مسلط هستید میتونید موضوعات رو مطالعه بکنید. در این بخش برای شما پلتفرم های متفاوت رو قرار داده، برای سیستم عامل های متفاوت، برای ویندوز حالا 64 بیت 32 بیت، برای مک و لینوکس که اینجا هم مشاهده میکنید. در این قسمت هم SDK تولز رو هم قرار داده که حالا در برخی از موارد لازم دارین دانلود بکنید. حالا چون ورژن جدید هست فکر میکنم که داشته باشه. به هر حال اگر وجود نداشت ما میتونیم که این دانلود کردن رو هم انجام بدیم. به هر حال من هر دو مورد رو فعلا دانلود کردم. حالا چون به هر حال نمیتونستم رو سیستم خودم هم نصب بکنم یه بار این فرآیند رو، چون که به هر حال اگر نصب کنید یک خدمت شما شود که هیستوری یا تاریخچه‌ای نگهداری می‌کنه که ممکنه که برخی از موضوعات برای من نیاد. به خاطر همین با هم می‌خوایم که این مسیر رو پیش بریم. خب بعد مورد بعدی که وجود داره خدمت شما عرض شود که بخوایم سایت فارسی زبان رو بگیم، دوباره گوگل رو باز می‌کنید و خدمت شما عرض شود کلمه دانلود اندروید استودیو رو جستجو می‌کنید. بعد سایت صاف 98 رو باز می‌کنید. و در این قسمت برای سیستم عامل‌های متفاوت مجدد می‌بینید هست و میتونید که برای این موضوع هم دانلود بکنید. تفاوتی نداره به هر حال. اینجا هم سیستم عامل مورد نیاز رو نوشته که مشاهده می‌کنید که خب برای ویندوز، مک و لینوکس کانفیگش رو هم قرار داده که گفته برای ویندوز حالا چقدر رم میخواد، خدمت شما عرض شود که چقدر حالا فضا میخواد و گرافیک و موضوعات متفاوت اینجا نوشته که خب به هر حال من توضیح راجع به این موضوع دادم و گفتم که اگر سیستمتون هر چقدر کانفیگ قوی تری داشته باشه سرعت بهتری رو هم تجربه میکنید. خب این سایت رو میبندم و سایت اندروید استودیو رو باز میکنم. در این قسمت روی این موضوع کلیک میکنید و بعد میایید پایینتر. حالا توضیح دادن راجع به لایسنس و موضوعات متفاوت و راجع به SDK و خب API ها و موضوعات دیگه که منم صحبت خواهیم کرد. خب در این قسمت I have read یعنی من خوندم و موافقم و میخوام که این دانلود شدن رو انجام بدم. روی این قسمت کلیک میکنید و دانلود شدن برای شما اتفاق میفته و بعد این قسمت البته عذرخواهی میکنم این SDK بود، اندروید استودیو هم همینطوره. کمی میایید پایینتر اینجا میزنید و اینجا روی دانلود اندروید استودیو کلیک میکنید که شروع میکنه به دانلود کردن که من قبلا هم این کار رو انجام دادم و اینجا اگر مشاهده بکنید من این دانلود رو به واسطه سایت گوگل انجام دادم و گفتم هیچ تفاوتی نیست که شما بخواید که از سایت ایرانی استفاده بکنید یا غیر. خب به هر حال اینجا هم همین موضوع هست. خب من موضوعات اضافه رو میبندم و بریم سراغ نصب اندروید استودیو که وقتمونم گرفته نشه. خب حتما باید به VPN کانکت باشید، این یه نکته است و میایم وارد پوشه دانلودمون میشیم و اندروید استودیو رو شروع میکنیم به نصب کردن. خب منتظر میمونیم که تا عملیات ستاپ لودینگش برای ما انجام بشه تا بتونیم که این فرآیند نصب رو انجام بدیم. یه نکته ای رو راجع به دوستان بگم، شاید بگن که چطور میتونیم متوجه بشیم سیستممون 32 بیت است یا 64 بیت. روی مای کامپیوترتون کلیک میکنید، در این قسمت پرپرتیز میکنید و اینجا مشاهده میکنید که سیستم ما 64 بیت هست. پس این از این موضوع و دوستانی هم که مک هستن میتونن که با یه جستجو به نتیجه برسن. به هر حال خدمت شما شود اگر هم نتونستید متوجه بشید کافیه به من اطلاع رسانی بکنید. خب مورد بعدی که وجود داره اینه که اندروید استودیو حالا کتابخونه‌ها و SDK های متفاوت رو فردا ممکنه دانلود بکنید. حتی بگم شاید یه فضای 200 گیگ هم براش در نظر بگیرید شاید کم باشه، ولی خب
یه نکته‌ای که وجود داره اینه که در ایران از API 17 که میشه اندروید 4.2 به بعد کدنویسی انجام میدن و شما زمانی به استیکی این در واقع موضوع نیاز دارین که روی اون گوشی موبایل یا هر چیز دیگه تست بگیرین. یعنی اگه شما بخواید روی یه گوشی که اندروید 13 است تست بگیرین، API 33 رو لازم دارین که باید داشته باشید تا بتونید که روی اون دیوایس تست بگیرین و تمامی این سیستم عامل هایی که روی گوشی شماست دارای یک API ورژن هست. مثلا اندروید 4.2 API 17، اندروید 4.4 API 19 و مثلا اندروید 13 مثلا API 33 و 34. به همین ترتیب در واقع این مسیر پیش رفته و خب در اصطلاح میشه اون استیکی میشه یه سری کانفیگ ها، یه سری کتابخونه ها، یه سری DLL هایی که داخلش هست و اجرا میشه برای سیستم عامل. خب این از این موضوع که در رابطه باش صحبت کردیم. مسیر استیکی رو میتونید در اندروید استودیو مشخص بکنید که خب کدوم درایو باشه و قابل تغییر هست. این یه نکته‌ای هست، یعنی شما هر جا مشخص کردید فردا فضا کم آوردید میتونید چنجش بکنید به یه فضای دیگه که راجع به این موضوعات هم صحبت خواهیم کرد. خب روی نکست کلیک میکنیم و اینجا خب به ما گفته که چقدر فضا لازم داره برای نصب این موضوعات و بعد میریم سراغ نکست دوباره. خب میگه که در چه مسیری این اندروید استودیو نصب بشه که خب در درایو سی من میتونه نصب بشه و قابل تغییر هم هست. یعنی شما میتونید یه درایو دیگر رو انتخاب بکنید برای نصب این موضوع. خب اینجا هم یه سری نرم افزارهایی داره نشون میده که در اون مسیر نصب شده و خدمت شما عرض شود روی اینستال کلیک میکنم تا شروع بکنه به نصب کردن اندروید استودیو. خب کمی زمان میبره این نصب کردن تا بتونه که انجام بده. دوستانی که مک هستن فقط کافیه که در واقع اندروید استودیو رو بازش بکنن و درگ اند دراپ بکنن داخل فولدر اپلیکیشن تا بتونن که به سادگی در واقع اجرا بگیرن. توی ویندوز هم که خب نکس هست و کمی هم زمانی میبره تا این عملیات کپی کردن در مسیری که انتخاب کردیم انجام بشه. خب نصب شدن ما به اتمام رسید و کلمه کامپلیت رو داریم مشاهده میکنیم. خب روی نکس میزنیم و کلمه فینیش. اینجا ما میتونیم کلا دیگه از ادامه مسیر صرف نظر بکنیم و اندروید استودیو رو میتونیم مثلا یه بار ببندیم و کلا بازش بکنیم. و مورد بعدی که وجود داره اینه که در این قسمت حالا یه سری توضیحاتی میدیم که اگه مشکلی داری میتونی به گوگل اطلاع رسانی میکنی. روی دونت سند کلیک میکنم و خدمت شما عرض شود که اینجا شروع میکنه حالا به دانلود کردن موضوعات متفاوت. خب که حالا دوباره روی نکست کلیک میکنیم. خب اینجا روی نکست کلیک میکنیم. خب در این مسیر به ما یه سری توضیحاتی داده و گفته که استیکی رو در چه مسیری برای ما قرار میده. یعنی در این مسیر در قسمت یوزر، ادمنستریتور، اپ دیتا و لوکال و اندروید و استیکی و خب گفته که چقدر فضا لازم داره برای این موضوع که اینجا هم شما این رو مشاهده میکنید. قبلا حالا طوری بود که در واقع این موضوعات نصب نمیشد به صورت پیش‌فرض، ولی خب به هر حال اندروید استودیو داره این کار رو انجام میده و اینجا هم کلمه اینتل x86 بستگی به سی پی یو که دارین اینجا کلمه XM اینستالر رو هم مشاهده میکنید که برای این هستش که شبیه ساز رو بتونید کلا اجرا بگیرید روی سیستم خودتون. و خب اینجا API 34 رو میخواد برای ما دانلود بکنه و روی نکست کلیک میکنم. خب اینجا باید اکسپت رو بزنیم، ولی خب اکسپت که میزنیم انگار هیچ اتفاقی نمیفته. باید الان کلمه فینیش برای ما بیاد که بتونیم که عملیات دانلود شدن رو انجام بدیم. خب کاری که انجام میدیم اینه که اندروید استودیو رو میبندیم. خب در این قسمت میبندیم و میایم اندروید استودیو رو مجدد میبینید که زمانی که میبندم به این شکل میاد. حالا اگه روی اوپن پروژکت بزنم میگه استیکی رو به من معرفی کن. بعد میام روی اوپن استیکی میزنم. خب زمانی که این اتفاق افتاد حالا میتونه که اینجا استیکی ها رو برای ما بالا بیاره و ما بتونیم که این دانلود شدن رو انجام بدیم. همونطور که صحبت کردیم گفتیم که از اندروید استودیو حالا 4.2 به بعد میتونیم که این مسیر رو پیش بریم و خب اینجا گفته یه مسیر استیکی لوکیشن رو به من معرفی کن که من میام این کار رو انجام میدم. میام میگم داخل درایو سی هم، خب داخل درایو سی میام این کار رو انجام میدم. میام داخل درایو سی و در این قسمت یه پوشه میسازم به اسم استیکی.
SDK رو میسازم و میام وارد اندروید استودیو میشم مجددا. یه بار دیگه باز بشه. خب در این قسمت انتخاب میکنم و قسمت SDK رو داریم مشاهده میکنید که در درایو C هست. انتخاب میکنم، مسیر تغییر میکنه. فردا میتونید درایو D رو انتخاب بکنید، هیچ گونه محدودیتی بس وجود نداره و خدمت شما رو شود به این صورت همون رو مشاهده میکنید. روی Next میزنم. خب این موضوعاتی هستش که میخواد دانلود بکنه و خدمت شما رو شود روی Next دوباره میزنم و اینجا Accept و دوباره Next رو میزنم. خب اینجا شروع میکنه به نصب کردن خدمت شما شود کامپوننت ها و اون SDK و موضوعات متفاوت که ما انتخابش کردیم که باید منتظر بمونیم که این فرایند برامون انجام بشه. روی فینیش کلیک میکنم. خب حالا ما SDK تولز رو تونستیم دانلود بکنیم و این دسترسی رو داریم که بتونیم که خدمت شما شود برای ورژن های متفاوت هم دانلود رو انجام بدیم. به عنوان نمونه برای اندروید 13 که در واقع گوشی خودم هست میخوام خروجی بگیرم و خدمت شما شود که اینجا اگر شو پکیج بزنید باز هم بیشتر باز میشه و میتونید که مثلا برای تیوی نمیدونم موضوعات متفاوتی که اینجا هست. حالا برای نباید راجع به این موضوعات صحبت بکنیم چون برای همونطور که صحبت کردیم میخوایم که در رابطه با برنامه‌نویسی موبایل صحبت بکنیم. خب این از این موضوع و اینجا مشاهده میکنید. بعد این رو ببندم برای اینکه راحت‌تر باشیم. خب همونطور که صحبت کردیم گفتیم که از اندروید 4.2 به بعد میخواید که این کد نویسی رو انجام بدید، پس میتونید که اینجا تیک 4.2 و خب روی هر کدوم از دیوایس هایی که دارین بخواید خروجی بگیرید باید هر کدوم از این قسمت هایی که مشاهده میکنید رو باید نصب بکنید. به عنوان نمونه روی اندروید 8.1 بخواید خروجی بگیرید باید SDK رو حتما داشته باشید که خب ما این کار رو انجام دادیم و روی اوکی دوباره میزنیم و دوباره اینجا میگه که اینا رو میخوام دانلود بکنم و خب این کار رو انجام میدیم. خب اینجا شروع میکنه مجددا به دانلود کردن این SDK ها که ما هم منتظر میمونیم تا این فرایند دوباره به پایان برسه. خب طبیعتا یکم زمان میبره که دوباره باید منتظر بمونیم. خب دوستان گرامی برنامه ما خدمت شما شود که عملیات نصب شدن انجام شد. عذرخواهی میکنم بابت برنامه گفتن. خب روی فینیش میزنیم و روی نیو پروژکت میزنیم از این به بعد. خب در این قسمت کمی پایینتر MPT Views Activity رو مشاهده میکنید که در واقع انتخاب میکنید، یعنی یه پروژه خالی که میخوایم ایجاد بکنیم و روی Next کلیک میکنید. خب در این قسمت شما میتونید که ورژنی که حالا میخواید که باش کد نویسی انجام بدید رو انتخاب میکنید یا مینیمم SDK که همونطور که گفتم باید از ورژن 17 به بعد انتخاب بکنید. یعنی میشه گفت که برنامه‌نویسی ما میشه گفت که برای اینکه بخوایم که برای ایران در نظر بگیریم از API 17 به بعد هست. خب در این قسمت نام پروژه‌ای که میخواید که باش در واقع خدمت شما شود که نام پروژه‌تون هر چیزی بخواید که ایجاد بکنید در این قسمت میزنید و به عنوان نمونه مای اپلیکیشن تست. خب مای اپلیکیشن تست رو من در این قسمت میزنم. خب اینجا یه پکیج نیم رو داریم مشاهده میکنید. این پکیج نیم فردا در گوگل پلی یا کافه بازار جایی میخواید این نرم افزاری که پیاده سازی کردید، این پروژه‌ای که پیاده سازی کردید رو بخواید که قرار بدید. بر اساس این پکیج نیم به شما یه آدرسی میده. پس طبیعتاً باید پکیج نیم خودتون رو در این قسمت قرار بدید. به عنوان نمونه شما شاید یه وبسایتی هم داشته باشید که بخواید که فردا برای کسب و کارتون راه اندازی بکنید. پس میتونید که با کلمه IR شروع بکنید. نام پروژه‌تون مثلا به عنوان نمونه مثلا من میگم هوم اندروید به این شکل و اینجا میتونید که حالا مثلا بزنید که اپ یا مثلا اپلیکیشن به این شکل. فردا با این آدرس این پروژه من در کافه بازار یا هر مسیر دیگه‌ای که بخوایم که این اپلیکیشن رو منتشر بکنم قرار داره.
بعد اینجا میتونید مسیر سیو لوکیشن رو هم انتخاب بکنید. در چه مسیری میخواید که این پروژهتون ذخیره بشه، که خب خودش گفته در این مسیر این کار رو برای شما انجام میده و شما میتونید که طبیعتا این مسیر رو تغییرش بدید. خب در این قسمت شما میتونید که خدمت شما شود جاوا رو انتخاب بکنید که حالا برای من بارگذاری نشده، نمیدونم دلیلش چیه. خب برای فعلا با کاتلین پیش میریم و مورد بعدی که هست روی فینیش کلیک میکنیم. خب اینجا شروع میکنه به جنریت کردن پروژه من و منتظر میمونیم که عملیات سینک شدن انجام بشه. خب اینجا برای اینکه بتونه حالا یه سری موارد رو هم دانلود بکنه و موضوعات متفاوت، لازم داریم که روی فایروالمون هم این دسترسی رو ایجاد بکنیم تا به واسطه ADB. و خب ADB هم همونطور که میدونید برای اینه که ما بتونیم که عملیات اینشیالایز شدن در این قسمت رو هم انجام بدیم کلا. خب منتظر بمونیم گردل هم دانلود بشه. گردل یک موتوری هست که واسطه این موتور ما میتونیم کتابخونه ها و ارور ها و خروجی برنامه‌مون رو به واسطه این نرم افزار یا بهتر بگیم به واسطه این موتور انجام بدیم. و خدمت شما عرض شود که دوستانی که حالا مثلا قبل ها یا قدیمی بودن میدونن که حالا با چقدر سختی میکشیدیم، ولی خب به هر حال به واسطه این گردل ما میتونیم به سادگی کتابخونه‌هایی که در گیت هاب هست یا هر آدرسی هست به واسطه معرفی کردن در قسمت دیپندنسی، یعنی به معنی نیازمندی ها هست، اون قسمت معرفی میکنیم و عملیات دانلود شدن توسط این گردله انجام میشه و در نهایت زمانی که دانلود شد به پروژه ما هم میاد بایند میشه و ما به سادگی میتونیم که ازش استفاده بکنیم. ولی خب حتی امکان این موضوع چون یکم در اصطلاح میشه گفت که پیشرفته است و چندان لازم نیست که در ابتدای موضوعات رو بدونیم. در همین حد که بتونیم نصبش بکنیم و این مسیر رو پیش بیایم کفایت میکنه به هر حال، چون این در واقع به مراتب حالا این موضوعات رو یاد میگیرید در دوره‌های آموزشیمون و خدمت شما شود مواضعی که با هم پیش میریم. خب منتظر بمونیم تا عملیات دانلود شدن انجام بشه تا بتونیم که با همین مسیر رو طی بکنیم. نکته ای که هست اینه که دوستان گردل ما رو تحریم نکرده و ما میتونیم گردل رو بدون VPN هم اجرا بگیریم، ولی خب زمانی که این دانلود شدن انجام میشه و حالا میخواد که خودش رو به اندروید استودیو معرفی بکنه و در اصطلاح بایند بکنه و خودش رو بچسبونه برای آماده سازی اجرای پروژه و موضوعات دیگه، اون موقع هستش که دوباره شما دچار مشکل میشید. لذا حتما باید به VPN تون کانکت باشین و زمانی که در واقع کانکت بشین طبیعتا این مشکلات شما رفع میشه و بدون مشکل میتونید که این مسیر رو طی بکنید. خب منتظر بمونیم تا عملیات سینک شدن توسط اندروید استودیو انجام بشه تا بتونیم که محیط پروژه‌مون رو مشاهده بکنیم. خب در این قسمت کلمه اکتیویتی مین رو هم داریم مشاهده میکنید که خب در واقع خدمت شما عرض شود که محیط دیزاین کار ماست و مین اکتیویتی محیط کدنویسی ماست. و مورد بعدی که وجود داره اینه که خدمت شما عرض شود که در این قسمت یه واتیز نیوز هست که توضیح داده که حالا این ورژن جدید چه امکاناتی داره و خب این توضیحاتی که اینجا داده در واقع توی سایت خود خدمت شما عرض شود گوگل هم در دسترس ما هست و خب راجع به آپگرید استیکا و فایر بیس و موضوعات متفاوت در این قسمت صحبت کرد. خب خدمت شما شود این از این موضوع این قسمت رو میبندیم و اون پکیج نیمی که ما ساختیم در این قسمت میبینید که با این پکیج نیم در اختیار ما قرار گرفت. خب خدمت شما شود در این بخش شما کلمه اندروید رو دارید مشاهده میکنید که این بخش ها رو میتونید تغییر بدید. مثلا اگر پروژکت باشه شما مثلا دسترسی بیشتری دارید و
حتی گردل و موضوعات متفاوتی که اضافه کرده رو هم میتونید مشاهده بکنید. اکثر برنامه‌نویسا با قسمت اندروید کار میکنن، چون به خاطر اینکه زیاد شلوغ پلوغ نیست و همه چی دسترسی سریعتری به همه چیز دارید. برای این یه نکته است که مثلا میتونید با این موضوعات کار بکنید. خب در این قسمت روی شعال بزنید، اینجا مشاهده میکنید که داره شروع میکنه به آپدیت کردن و ایندکس کردن و در این قسمت داره یه سری موضوعاتی که حالا دانلود کرده داره ایمپورت میکنه و همچنین اینجا به واسطه گردل داره یه سری کتابخونه‌های رو هم دانلود میکنه تا آماده سازی فرایند در واقع اجرا شدن پروژه رو بتونیم به واسطه این کتابخونه‌ها و مواردی که گفتم خدمتتون انجام بدیم. خب یکم زمان میبره طبیعتاً این مسیر رو تا بتونه انجام بده، ولی خب به هر حال در این قسمت شما میتونید که این موضوعات رو مشاهده بکنید و ببینید که چه چیزهایی رو داره دانلود میکنه و اگر تمایلی نداشتید در این قسمت کلیک میکنید هاید میشه و یعنی به این سمت هدایت میشه. خب اینجا کم کم در مرحله‌ای هستش که به هر حال میخواد که عملیات سینک شدن رو انجام بده. سینک شدن به این معنی هستش که تمامی موضوعات دانلود میشه، جمع آوری میشه و در نهایت خدمت شما عرض شود که در یک پکیج کامپلیت میشه یا در اصطلاح به اتمام میرسه و به این موضوع میگن سینک شدن. پس پروژه شما به این معنی هستش که در واقع خدمت شما عرض شود این عملیات اگر چیزی رو بخوایم دانلود بکنیم در واقع معنی سینک هست، یعنی اینکه دوباره بره یک موضوع رو دانلود بکنه و عملیات سینک شدن رو انجام بده و یا در اصطلاح میشه گفت جمع آوری و در اصطلاح تبدیل کردن به یه پکیج و بتونیم که اون رو اجرا بگیریم. فارغ از این موضوعات اینه که این عملیاتی که حالا داره جمع آوری میشه و سینک میشه و در اختیار ما گذاشته میشه در نهایت ایندکس میشه و زمانی که ایندکس شد در این قسمت دکمه سبزی که در این قسمت یعنی ران هست ما میتونیم که روی این قسمت کلیک بکنیم یا با کلمه شیفت به اضافه F10 میتونیم که عملیات ران شدن رو انجام بدیم. ولی خب میبینید که فعلا در اختیار ما قرار گرفته نشده بابت اینکه هنوز در این قسمت این ایمپورت شدن و ایندکس شدن توسط اندروید استودیو یا قسمت بیلد گردلمون انجام نشده. برای خب زمانی که این سینک شدن انجام بشه دو تا دسترسی در اختیار ما گذاشته میشه، یکی بیلد گردل سطح 1 است و یکی دیگه هم بیلد گردل سطح 2 که خب هر کدوم کار خاص خودشون انجام میدن. به عنوان نمونه یکی برای مثلا مدیریت کردن ورژن مثلا نویگیشن هست، یکی برای خدمت شما عرض شود که اضافه کردن کتابخونه است. برای این موضوعات رو یاد میگیرید و خدمت شما عرض شود چیز سختی نیست که در رابطه باش صحبت بکنیم. خب دوستان عزیزم تو که صحبت کردیم گفتیم که در نهایت کتابخونه و موارد مختلفی که دانلود میکنه در نهایت برای ما عملیات ایندکس شدن انجام میشه. به این معنی هستش که خب این پکیج ها جمع آوری میشه و قابل اجرا میشه و طبیعتا عملیات ایندکس انجام میشه که اینجا هم داریم مشاهده میکنیم که داره این کار رو انجام میده. خب مورد بعدی که هست اینه که مشاهده میکنید که در این قسمت دکمه سبز رنگی تحت عنوان ران برای ما فعال شده و به این معنی هستش که ما میتونیم که پروژه خودمون رو خروجی بگیریم. ولی خب زمانی که من روی این قسمت کلیک بکنم چون شبیه ساز میخواد برای اینکه ما بتونیم که عملیات اجرا شدن
پروژه خودمون رو داشته باشیم. هرچند پروژه‌ای که داریم یه پروژه امتی هست و چیز خاصی نداره، فقط یه لایه داره که ما میتونیم اون رو ببینیم. ولی خب تا به اینجای کارم پیش بیاین خیلی عالیه و نگران موضوعات دیگه ای نباشین. و خدمت شما عرض شود که اینجا باید منتظر بمونیم که این فرایند انجام بشه تا بتونیم که اجرا بگیریم. خب شبیه ساز در خود اندروید استودیو هست و میشه این پروژه‌ای که پیاده سازی کردیم رو روش بتونیم در واقع همونطور که از اسمش هم مشخص هست شبیه ساز هست و یه دیوایس واقعی نیست که فردا شما بخواید که با خیال راحت اپلیکیشن خودتون رو منتشر بکنید. حتی الان پیشنهادی که میکنم اینه که گوشی خودتون رو تبدیل به شبیه ساز بکنید، یعنی دیوایس واقعی خودتون رو به واسطه USB یا اینکه به واسطه وای فای هم میتونید روی دیوایس خودتون خروجی بگیرید که خب در رابطه باش توی خانه اندروید صحبت کردم که چطور این کار انجام میدید. ولی خب خدمت شما عرض شود که یه مقدار سرعتش پایین‌تره و یه نکته بعدی که هست اینه که اگر به واسطه USB باشه هم سرعتش بیشتره و خب همیشه دم دست هست و میتونید که خدمت شما عرض شود خروجی نهایی کارتون رو در دیوایس واقعی خودتون مشاهده بکنید. خب برای اینکه شما یک شبیه ساز بسازید دوباره لازم دارید حتما VPN داشته باشید که در واقع حتما باید به VPN کانکت بشید. بعد از این موضوع ما راجع به محیط اندروید استودیو کمی صحبت بکنیم. خب در این قسمت لایوت هامون هست و این لایوت ما میتونیم که خدمت شما عرض شود که کتابخونه هایی که ویجت هایی که داریم، مثلا به عنوان نمونه من یه دکمه میتونم که درگ اند دراپ بکنم در این قسمت و روی این دکمه فعالیت کار خاصی انجام بدم و این به هر حال این خدمت شما عرض شود که این لایوتی که ما داریم مشاهده میکنیم یه لایوت دیزاین هست، یعنی کار خودمون رو در این لایوت انجام میدیم. در نهایت میایم داخل قسمت مین اکتیویتی و براش کد نویسی انجام میدیم که در این قسمت کلمه send content view رو مشاهده میکنید که این لایوت در واقع اومده بهش معرفی شده، یعنی این اکتیویتی مین به این لایوت معرفی شده. فردا ممکنه که شما یه لایه دیگه ای درست بکنید، میتونید که در قسمت set content view به این قسمت معرفی بکنید. البته خب ما طبیعتا میتونیم یه لایه معرفی بکنیم مگر اینکه بخوایم که کارهای دیگه ای انجام بدیم که واسطه مثلا لایوت اینفراتور میتونیم انجام بدیم که خب در دوره‌مون الان راجبش صحبت کردیم و موضوعات متفاوت. به هر حال این موضوعات پیشرفته هستن و ذهن شما رو نمیخوام درگیر بکنم، ولی خب به هر حال میخوام یه پیش زمینی در شما شکل بگیره. خب یه بار پروژه خودمون رو من البته این دکمه‌ای که اضافه کردم رو دیلیت میکنم و خدمت شما رو شود که البته یه موضوع رو فراموش کردم بگم در رابطه باش، اونم این که ما خدمت شما رو شود 3 تا ویو داریم که داریم مشاهده میکنیم. در این قسمت ما میتونیم بگیم فقط لایه کد برامون بالا بیاد و کدش رو بزنیم و خروجی ببینیم، و یا اینکه میتونیم بگیم همزمانی که داریم کد نویسی انجام میدیم. و یه نکته بعدی هم که در رابطه باش صحبت بکنم اینه که این لایوتی که ما داریم لایوت XML هست، یعنی دستورات XML داخل نوشته میشه و خیلی خب دستورات طبیعتاً ساده تری هستن و این دستوراتی که اینجا نوشته میشه در نهایت داخل مین اکتیویتی معرفی میشه و قابل اجرا هم هست. و یه ویو دیگه داریم که در این قسمته، یعنی ما میتونیم همزمان هم ویو رو مشاهده بکنیم. به عنوان نمونه مثلا من هلو وردی که مشاهده میکنید رو میخوام که در این قسمت کلمه هوم اندروید رو هم بهش بچسبونم یا داخلش تایپ بکنم. میبینید که اینجا همزمان هم میتونم ببینم یا در اصطلاح میشه گفت که لایف هست، یعنی هر کاری که انجام میدیم زنده هم میتونیم که در این قسمت مشاهده بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب در این قسمت ما میتونیم بگیم که این لایوت اورینتیشنش به صورت هوریزونتال باشه یا ورتیکال. خب به صورت پیش‌فرض ورتیکال هست لایوت ما و خب کدنویسی هم بیشتر در همین قسمت انجام میشه. و بعد یه مورد بعدی هم که داریم کلمه دیزاین رو داریم مشاهده میکنیم، یعنی تو حالت فقط دیزاین ما میتونیم که این برنامه خودمون رو مشاهده بکنیم. خب در این قسمت یه پالت مشاهده میکنیم که این پالت جعبه ابزار ماست
یعنی داخل این قسمت ها ما ویجت های خودمون رو داریم. به عنوان نمونه هرچی تکست داریم، هرچی دکمه داریم، هرچی ویجت داریم و لایوت های متفاوت رو داریم مشاهده میکنیم. و اینجا هم کلمه کانتینر رو مشاهده میکنید و اینجا هلپر و اینجا هم کلمه گوگل رو داریم مشاهده میکنیم، مثل نقشه و ادویو و غیره. خب مورد بعدی که داریم اینه که خدمت شما عرض شود بیشترین کاری که برنامه‌نویسا انجام میدن در این قسمت هست، یعنی لایوتی که هم قابلیت نمایش ویو رو داره و هم اینکه ما میتونیم کدنویسی خودمون رو در این قسمت انجام بدیم. خب یه بار بریم برنامه رو با هم اول اجرا بگیریم. خب دوستان عزیز، من میخوام که USB خودم رو به سیستم متصل بکنم. خب زمانی که متصل میکنم اینجا نوتیفیکیشن به من میده و در این قسمت کلمه نو دیوایس تغییر میکنه به اینکه یک دیوایس متصل شد. خب من برای اینکه صفحه گوشی خودم رو به اشتراک بذارم و خب مسیری که خدمت شما عرض شود با هم بخوایم پیش بریم رو مشاهده بکنیم، خب من به کمک این نرم افزار میتونم که در واقع صفحه گوشی خودم رو برای شما هم به اشتراک بذارم و این شبیه ساز نیست. حالا باز هم چندین بار تاکید میکنیم که این شبیه ساز نیست. خب بعد از این قسمت ما وارد قسمت ستینگ گوشی میشیم. خب در این قسمت بیارم. خب درون این قسمت شما کلمه دیولپر آپشن رو دارین مشاهده میکنید و این قسمت رو میام باز میکنم و همچنین در این قسمت کلمه USB دیباگینگ رو مشاهده میکنید. باید این قسمت در دیوایس خودتون تیک بخوره و زمانی که این تیک خورد اون موقع اندروید استودیو دیوایس شما رو میشناسه و میتونیم که حالا پروژه خودمون رو روی گوشی خودمون اجرا بگیریم. خب این برای مرحله اولی است که شما میخواید که روی دیوایس خودتون این اجرا شدن رو بیاین تجربه بکنید. خب اینجا شروع میکنه به نصب کردن و نصب ما هم به اتمام رسید و برنامه‌مون نصب شد. مشاهده میکنید که ما یک تکست ویوی داشتیم که داخلش کلمه هلو ورلد به معنی سلام دنیا و کلمه هوم اندروید رو داریم مشاهده میکنیم و اینجا یه سری اطلاعاتی راجع به این که این فرایند رو انجام داد به ما میده. این که میگه که من در واقع متصل شدم و پروسس کردم روی این دیوایسی که مشاهده کردیم و خب این از این موضوع که در رابطه باش صحبت شد و در این قسمت هم به ما میگه که من تونستم عملیات نصب شدن رو انجام بدم. خب این فرایند رو چون ما به سادگی تونستیم انجام بدیم، دلیلش هم این بود که VPN مون همیشه در واقع برای بار اول کانکت بودیم و من VPN رو مشاهده میکنیم که قطع کردم، دیگه اصلا نیازمند VPN دیگه نیستیم، مگر اینکه بخوایم که باز کار خاصی انجام میدیم که در جلسه بعدی راجبش صحبت خواهیم کرد. به خاطر اینه که میخوایم که یک شبیه ساز هم بیاریم بالا و به واسطه شبیه ساز پیش بریم. حالا چون شبیه ساز خیلی سنگین هست و خدمت شما عرض شود که شما میتونید که از جنی موشن هم استفاده بکنید یا نرم افزارهای دیگه ای هم هست که شبیه سازی رو انجام میده و اندروید استودیو اون رو زمانی که نصب بکنید در این قسمت میشناسه و شما میتونید که خدمت شما عرض شود که اینجا انتخابش بکنید و روش اجرا بگیرید. خب این از این موضوع که در رابطه باش صحبت کردیم. این میشه فرایند ابتدای کار ما